وفات عجیب و غیر قابل باور سیر متین، یکی از کمدین‌های موفق افغان در کشور کانادا. دلیل وفات سیر متین چی بوده است؟ گفتنی‌های تازه همسر سیر متین در این باره، افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی سیر متین در کشور کانادا. وی چرا در کانادا دیگر به برنامه‌های رسانه‌ایش ادامه نداد و دوری وی از جامعه کمد افغانستان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای معطر بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سیر متین یکی از مجریان موفق، با استعداد، محبوب و مطرح در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. سیر متین کارهای رسانه‌ایش مورد حمایت گسترده افغان‌ها و جامعه هنری افغانستان قرار گرفت. این همه در حالی است که سیر متین با استعداد خاصی که داشت در تلویزیون جهانی تلو چندین برنامه را مدیریت میکرد و همچنان برنامه‌های مختلفی در تلویزیون تلو ساخت. از جمله مشهورترین برنامه وی شبکه خنده بوده است. سیر متین من ایس دوبلاژ هم چندین سریال ترکی را دوبله میکرد. این همه در حالی است که تازه تصاویر سیر متین در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در حادثه ترافیکی در کشور کانادا وفات کرده است. تا کنون دلیل وفات سیر متین به گونه واضح و آشکارا از طرف دوستداران و طرفدارانش بیان نشده است، ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیر متین به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای رسانه‌ای از سیر متین خواهیم بود. تا درود دیگر، تمام شما خوبان ارجمند کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.